در حدود جماعت دهاتی به نام میرزارضای شهر حصار جمعیت سهامی پوشیده کرپرست برکت از کلانترین خوجگی منطقه محسوب می‌یابد. با زیاد گشتن مساحت باغ‌ها در منطقه و با سبب‌های بسته شدن سرط‌ها از بیماری کرونا ویروس، کم گشتن صادرات انگور به کشورهای خارج، مسئولین جمعیت سهامی پوشیده کرپرست برکت شهر حصار تصمیم گرفتند کارخانه کارکرد انگور را با استحصال 3 نمود مویز حسینی، کشمش سیاه و جوز از 7-8 نمود انگور کوهی به فعالیت شروع نمایند. باید گفت که در اینجا طرز تیار کردن مویز با اصول سویگی و آبی به راه مانده شده است. مسئولین جمعیت سهامی پوشیده کرپرست برکت شهر حصار اطلاع می‌دهند که تا امروز در کارخانه 20 تن 3 نمود مویز قاق استحصال گردیده و باز کارکرد آن ادامه دارد. در اینجا نزدیک به 100 نفر ساکنان محلی با کار موسمی مشغول بوده در شرایط خوبی کاری قرار دارند. ما در اینجا اول انگور رو میاریم، بعد در اینجا از حجمش جدا میکنیم، دولک میکنیم، بعد در یک پرخش رو با دقت میشویم مرا تازه کده، بعد در دیگ در او جوش آمدگی در دوام 15 دقیقه حساب میکنیم، 15 دقیقه با میگیریم در اینجا تنوگ میکنیم و در دوام یک هفته در 2 هفته و کم تاریخی چه میکنه غجوم میشود، تاریخچه غجلک میشود، با او را روگردون میکنیم. باز بعد دیوای در یک ماه قاق میشه، با قاق شدگیش جمع میکنیم، با از سری نو تنوگ میکنیم. شرایط کار خوب نغز بیکار بودیم، این روز بیکار بودیم. تشکر میکنیم به همین رئیس خوجگی که ما را به همین خیلی شرایط به همین خیلی کارو مهیا کرد. ما سری وقت اولیگ میگیریم. با گفته این راهبر خوجگی امسال برای دهقانان اینجا سالی بابرار آمد. حاصل باغ انگور که امسال به زحمتکشان این خوجگی مژده درآمد خوب را می‌دهد، از ثمره مهنت شبانه روزی اعضایان خوجگی اش می‌داند. در خوجگی ما 446 هکتار باغ انگور داریم. از همین 8 نمود انگور است. در همین خوجگی ما با همین زمینه خود گرفتیم که همین مویز تیار کردن. همین سال یکم سالی که ما مویز تیار کردیم، یکم سال است. همین مویزهای ما حالی صادرات نشده است، صادرات اکنون نصیب باشد میکنیم. قابل ذکر است که در توبه جماعت دهاتی به نام میرزارضای شهر حصار 200 خوجگی دهقانی فعالیت دارند که نصف زیادی آن به باغپروری مشغول بوده. امروز میوه‌های شهدبار را به مثال سیب، گیلاس، انگور، شفتالو، انگور، مالینه و غیره ها استحصال نموده کوشش می‌نمایند که کارکرد آن را در منطقه به راه مانند. مسئولین جمعیت سهامی پوشیده کرپرست برکت شهر حصار آینده نیت دارد که چنین کارخانه‌های کارکرد میوه را بیشتر نموده محصولات وطنی را زیاد و صف کارگران را در منطقه افزون نماید.